به نام خدای موسی و عیسی و محمد. پیروان ادیان ابراهیمی یعنی کلیمیان و مسیحیان و مسلمانان در جای جای این کره خاکی دردی مشترک دارند. دیو جهل و جنایت خون می‌ریزد و آتش می‌افروزد. فرصتی ارزشمند به مناسبت تولد عیسی روح خدا و محمد حبیب خدا و تقارن جشن هانوکای کلیمیان فراهم آمده است. بیش از هر زمان دیگر ضرورت تقویت مودت مابین این پیروان ادیان ابراهیمی احساس می‌شود. بنیاد ابن سینا این فرصت بزرگ را مغتنم می‌شمارد و به همین مناسبت جشنی را برای بزرگداشت این ایام برگزار می‌کند و مقدم همه خداپرستان حق‌جو و ظلم ستیز را برای حضور در این جشن گرامی می‌دارد. سخنران عبدالعلی بازرگان. موضوع سخنرانی ضرورت وحدت پیروان ادیان ابراهیمی در زمان ما، یک شنبه 18 دسامبر 2016 از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر با پذیرایی شام و موسیقی اصیل ایرانی. بلیت ورودی برای اعضا $10 و برای عموم $15 می باشد. 15560 سویت A راکفیلد بولوارد، ایرواین، کالیفرنیا 92618. تلفن 949 454 1555.